ای جوان، چی می شود که وقتی به سرعت به سمت مسجد میایی، نفر اول به مسجد میایی، وقتی قدمت را بگذاری صدا بزنی یا الله من به عجله آمدم به مسجد لتر الله، تا تو خوشنود شوی، تا تو راضی شوی. نعره تکبیر. یا الله من چشم چرانی نمی کنم لتر الله، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. یا الله من از گناهان توبه می کنم لتر الله، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. من اطاعت تو را میکنم، من ذکر و یاد تو را میکنم لتر الله، تا تو خوشنود شوی. دختر بگوید من حجاب میکنم نه برای امارت، من حجاب میکنم نه به خاطر پدرم، نه به خاطر شوهرم، نه به خاطر برادرم، خدایا حجاب میکنم لتر الله، تا تو خوشنود شوی. چی میشود که ما امروز اقتدا به حضرت موسی بکنیم؟ چه جمله جالب. خدایا آمدم عجلت الیک ربی لترضی، عجله کردم به شتاب آمدم به سوی تو تا تو از من راضی شوی.